و افسوس که امروز بیچاره مهاجرها زن میگیرن با یک آرزوی و امید، اینقدر مهنت ها میکنن، سالهای طولانی در وگان ها خواب میکنن، پول جمع میکنن، با پول کلان زن میگیرن که نعوذ بالله اون نادختر است. و باز علاوه بر این بعضی آنها این عیب خود را با این نوع جراحت ها میپوشونند. البته این نوع جراحت ها حرام است. اولش این که در اینجا کشادن عورت است، دویمش این غش است، از این بالاتر فریب است، فریب و پوشانیدن گناه است. در همین خیل حالت ها یعنی کسی که نادختر است بگذار، یعنی اگر خاصتا به گناهش اگر توبه کرده باشد بگذار عیبش گفته شوهر کند. برای اون که در نزد ما حادثه های بسیار است، شکایت های بسیار است. در بالای جنگ و جدال زنگ میزنند، روزهای توی زنگ زدگی هستند که چیکار کنیم؟ من حاضرم این حالت وقتی که میفهمد پیش از شوهر کردن و چندین مردها که علاقه های نادرست غیر شرعی داشته است. یعنی یک روزی به امید این دنیا همیشه دنیای فانی هست، و امید این روز رو چندین سالها منتظر بود، روز خرسندیش، لیکن این روز خرسندیش برایش یک دوزخی دیگر شد. بنابراین بر ذمه پدر و مادر واجب است، فرض است، حتمی هست اهمیت دادن به تربیه فرزندها، هم به دخترها هم پسرها، تا اینکه از راه فساد، از راه فجور دور باشند. و خاصتا در این زمانه که طبق شریعت عمل کردن مانند لخچه را در دست گرفتن است. وظیفه پدر و مادر خورانیدن و نوشانیدن نیست فقط، وظیفه اساسی پدر و مادر تربیه فرزندان است. پدر و مادر بی اهمیتی نکنید.